سلام علیکم. بیاید با هم خارجی جدید مامانم خریده رو آنباکس کنیم. خارجی های اولیش بیسکویت لکسوسه که کجاییه؟ بر مالزیاییه. 10 تا توش کلا بیسکویت داره. از اینو خوردیم، قبلا آنباکس شده. ببین بافتش انقدر خوشمزه است، بافت نرم. بذار من اینو باز کنم ببین. خیلی کوچولوه ها. توش 2 تا دونه از این بیسکویت ها داره. بعد اصلا ببین وسطش هم کاکائو داره. خیلی باحاله. بعد بافتش نرم تو دهن آب میشه. خیلی خوبه. بعدیش بیسکویت ایکلرزه که انگار یه شکلات اماراتیه. اینو تست نکردم واقعا. ببین اینجوریه. خوبه قابله. به این بیسکویت 10 از 10 میدم. این به این 7 و نیم از 10 میدم. خوب بود. ولی بعدی پفک هندیه. نمیدونم مامانم چرا اینو سفارش داده، چون بیرونم میتونستیم بخریمش که دور از انتظار نیست. محصول پاکستان. اینو نمیتونم بخورم. بعدا براتون درست میکنم.